سلام، به سکانس تاریک خوش اومدین. امروز قراره وارد یه خاطره تاریک بشیم. یک زیرزمین، یک جعبه و یک راز که هیچ وقت نباید باز می شد. آیا این داستان واقعیه؟ فهمیدنش رو میذارم به عهده خودتون. بعد از فوت مادر بزرگ من مسئول جمع کردن وسایل شدم. خونه قدیمیش توی یه روستای دور افتاده بود. همه چیز عادی بود تا اینکه نگاهم به در زیر زمین خونش افتاد. در زیر زمین سنگین بود. انگار سال هاست کسی بازش نکرده بود. بوی خاک، تاریکی مطلق و یه جعبه چوبی وسط اتاق. هیچ برچسب و نشونی نداشت، فقط یک جعبه و یک قفل زنگ زده که روی اون بود. داخل جعبه یه ضبط صوت قدیمی بود و چند تا نوار که روی یکیشون با دستخط مادر بزرگ نوشته شده بود: جلسه 5، تماس برقرار شد. همینطور که نوار رو گذاشتم و گوش میدادم، اون صداها شروع شدن. هر نوار شامل یک سری صداهای تازه‌ای بود، صداهایی که انگار حالا دیگه از دیوارها داشتن می اومدن. مادر بزرگ از موجودی حرف می زد که در زیر زمین زندگی می کرده و اینکه هر شب یه خاطره ازش دزدیده می شده. آخرین نوار فقط یک جمله داشت: اگر وارد زیر زمین شدی دیگه هرگز خارج نخواهی شد. بعدش ضبط صوت خاموش شد و بلافاصله روشن شد بدون اینکه نواری داخلش باشه. یه صدای زمزمه وار گفت: تو هم بخشی از خاطرات مادر بزرگت محسوب میشی. من سعی کردم فرار کنم ولی در بسته شده بود. ضبط صوت هنوز روشن بود و خاموش نمیشد. حالا هر شب یه خاطره جدید از من ناپدید میشه. شاید این ویدیو آخرین چیزی باشه که یادم بمونه. اگه هنوز اینجا هستین یه لطفی به هم بکنین. این ویدیو رو نگه دارین. شاید یه روز کسی بتونه منو از این خاطره بیرون بکشه. هرچند دیگه دیر شده و من جزء یکی از خاطرات مادر بزرگم محسوب میشه.